یک روز بحرانی و یک نقطه عطف در این جریانات هست که رویارویی جریانات لیبرال اسلامی و به قولی بورژوازی ملی با جریانات مکتبی و خط امامی مشخص می شود و آن هم 14 اسفند 59 است که به مناسبت سالمرگ مصدق بنی صدر اعلام میتینگی در دانشگاه تهران می کند و نیروهای حزب اللهی حمله وسیعی به این میتینگ می کنند. آن هم به رئیس جمهور مورد تایید آقای خمینی. بنی صدر هم تا به آن موقع اینقدر علنی مسائل را بیان نکرده بود که مثلا کارت‌های شناسایی حمله کنندگان را پشت تریبون بخواند که از کمیته اردبیل و سپاه رشت آمدند و یا کلتی را نشان بدهد و بگوید می‌خواستند با این کلت رئیس جمهورتان را بکشند. و حتی معلوم می شود که نیروهای پلیس تحت امر هم چندان کارآمد نیستند. چند روز بعد از این قضایا دو طرف می روند پیش آقای خمینی و آقای بهشتی حرف آخر را می زند که آقا یک طرف برود کنار، بگذارد طرف دیگر کارش را بکند. شما چه روی کردی به این چند ماهه پرآشوب از اسفند 59 تا خرداد 60 داشتی؟ روزنامه هایتان اما طرف جناح مکتبی را می گرفت. آیا به نظرتان نمی رسید که اگر بنی صدری که حاضر به تکفیر نیروهای غیر خودی نشده و جلوی حزب اللهی های فالانژ ایستادگی کرده حذف بشود، نیروهای مکتبی سیطره کاملی به اوضاع پیدا می کنند و به حذف شما هم منجر خواهد شد؟